به نام خدا. با قسمت سوم آموزش نرم افزار وینdows در خدمتتون هستم. در این قسمت از آموزش میخوایم بپردازیم به اینکه در داخل یک دامپ چجوری مپ ها رو پیدا کنیم و حالا روش استخراج درست و دقیق مپ ها رو خدمتتون توضیح بدیم. ببینید، دامپی که وارد نرم افزار میکنید اون تشکیل شده از دو قسمت کلی، یعنی اون محیط تکست و محیط نوشتاریش که حالا میتونه به صورت ترکیبی از حروف و نوشتار یا ترکیبی از اعداد باشه. میتونیم بیایم چیکار کنیم؟ دو قسمت کلی تقسیم بندی کنیم این دامپ رو. دامپ شما در حالت کلی به دو قسمت تشکیل میشه، تقسیم میشه. یکی از قسمت های خاکستری رنگ هستن که در اینجای تصویر میبینیشون. قسمت هایی هستن که به صورت خاکستری در اومده. یکی دیگه از قسمت هایی هستش که به صورت مشکی رنگ هستن. حالا این دو قسمت چه تفاوتی با هم دیگه دارن؟ ببینید، در ساختار وینوز و چیزی که تمامی اساتید دارن توضیح میدن و کاملا هم دارن درست میگن، این هستش که میگن به قسمت های خاکستری رنگ تغییری اعمال نکنید، یعنی دست نزنید بهشون. حالا چرا؟ ببینید، ما دامپی که الان داریم تشکیل شده از حالا یک سری حروف و اعداد هستش که در اینجا نوشته شده که چقدر هستش. حالا ما میگیریم این تشکیل شده از مثلا 20,000 خط کد هستش، مثلا به عنوان مثال 10,000 خط کد هستش. خب این 10,000 خط رو اگر شما مورد بررسی قرار بدین، مقدار کمی از اون به صورت مشکی رنگ هستش، ولی بیشتر اون به صورت خاکستری رنگ هستش. ببینید، قسمت خاکستری رنگ اون قسمتی هستش که انگار تنظیمات پنهان یا محاسبات پنهان این دامپ هستش که برای خود اونه، یعنی طراحان این فایل کد هم اومدن گفتن که آقا اگر میخوای تغییراتی اعمال کنی در قسمت خاکستری رنگ اعمال نکن. چرا؟ چون اگر در این قسمت اعمال کنی باعث به هم ریختگی در تنظیمات خود کامپیوتر و خودروی شما میشه و عملکردش کلا به مشکل میخوره. دوم اینکه در این قسم در مورد قسمت خاکستری رنگ اطلاعاتی هم وجود نداره. چرا؟ چون کمپانی ها این اطلاعات رو بیرون نمیدن. چرا؟ چون این قسمت ها نوشتاری هست که مربوط به کد ها هستش، یعنی شما در اینجا در این مپ تغییری اعمال میکنید، خب طبیعتا تأثیر خودش رو در قسمت های خاکستری رنگ میذاره و اگر کمپانی در مورد این قسمت ها اطلاعاتی رو بیرون بده، یعنی داره اون نوشتارش رو فاش میکنه که چه کاری در این دامپ انجام داره. پس همیشه این قسمت های خاکستری رنگ رو تغییری در داخلش اعمال نکنید و بیشتر تغییرات و همه تغییرات رو ما اصولا میگیم که در قسمت مشکی رنگ اعمال کنیم. حالا این پس اولین تعریف ما در مورد اینکه زمانی که محیط کاری رو دیدین، محیط دامپ رو دیدین، به چه صورت متوجه بشین که از کدوم قسمت استفاده کنید. نکته دومی که وجود داره، آیا این سوال پیش میاد که آیا این قسمت خاکستری رنگ من اول دامپ هستم؟ ببینید از خط 5 شروع میشه، یعنی 5 تا صفر اومده، یعنی ابتدای اون. از این قسمت آیا من تغییرات رو اینجا اعمال کنم یا بیام توی این قسمت اعمال کنم یا بیام توی این قسمت، یا هر قسمتی که میبینم سمت مشکی رنگ؟ پس من الان متوجه شدم که خاکستری رنگ رو تغییر نباید بدم و بعد برم سر وقت مشکی رنگ ها. آیا اینجاها اعمال کنم؟ اصولا چیزی که وجود داره و حالت یک حالت تفاهمی هست بین تمامی اساتیدی که دارن ریمپ آموزش میدن و دوستانی که دارن ریمپ میکنن خودروهای مختلف رو، اینکه اگر میخواین تغییراتی اعمال کنید، بیاین و بیشتر تغییرات در تمامی ایسیو ها، یا بهتون میگم 90%شون، حالا یک تعدادی استثناء وجود داره، در قسمت بلوک کاری صورت میگیره. حالا بلوک کاری کجاست؟ این قسمت کنار، ببینید اگر انگشتری موس من رو ببینید، در قسمت نوار اسکرول کنار یک قسمت هست که به صورت پررنگ در اومده. ببینید اینجا کم رنگی ولی اینجا پررنگ. اگه خواستاش بهتر ببینیم، وارد محیط 2D میشم، این قسمت رو ببینید. این قسمت تشکیل شده از چندین رنگ و
حالتهای مختلف که ما میگیم اگر میخواین تغییراتی اعمال کنید بیاین و در این قسمت اعمال کنید. چرا؟ چون اینجا به اصطلاح بهش میگن بلوک کاری و در این بلوک کاری هستش که اون تغییرات اعمال میشه، اون مپ ها قرار میگیرن. پس در نتیجه اگر زمانی اومدین شروع کنید به ریمپ کردن، این محیط اول دامپ رو ایگنور کنید، یعنی چشم پوشی کنید، نه اینکه اصلا استفاده نکنید، چشم پوشی کنید و اگر در موارد خاص نیاز باشه بیاین تغییراتی در داخلش اعمال کنید. ولی ما میگم حدود 90% تغییرات یا شاید هم 100% تغییرات در بعضی از ECU ها رو در جای اعمال میکنیم که بهش میگن در اصطلاح بلوک کاری. حالا بلوک کاری رو ما از کجا پیدا کنیم؟ برای اینکه بلوک کاری در این نرم افزار پیدا بشه، حالا TNM خودش میاد برای شما اون مپ ها رو پیدا میکنه، اما در نرم افزار وینوز برای پیدا کردن بلوک کاری شما باید حتما بنا به توضیحاتی که در قسمت های قبل دادیم بیاین و قسمت کانفیگوریشن رو انتخاب کنید و در قسمت مپ سرچ یوز رو انتخاب کنید، یوز مپ رو انتخاب کنید، یعنی خودش بیاد به صورت استاتیک مپ ها رو شما رو پیدا کنه، استاتیکال بیاد خودش مپ ها رو پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی خودش بیاد دامپ شما رو مورد بررسی قرار بده و مپ ها رو استخراج کنه. آیا این تمامی مپ ها رو به صورت درست پیدا میکنه؟ نه، این نرم افزار بنا به الگوریتمی که براش نوشته شده، یعنی بنا به کدی که براش نوشته شده، میاد و در داخل این مپ در قسمت 2D که حالا من 255 16 بیت میذارم، یکمی هم اسکرول موسم رو به سمت داخل حرکت میدم که بتونم مپ رو بزرگترش کنم. مثلا میام اینجا، این میاد بر اساس شباهت ها و اینکه این شباهت ها چند بار تکرار شده یا بر اساس اینکه مپ استاندارد یا غیر استاندارد که حالا جلوتر خدمتتون توضیح میدم، میاد چیکار میکنه؟ برای شما اون مپتون رو پیدا میکنه. یعنی خودش میاد به صورت خودکار برای مپ رو میاد و استخراج میکنه شکل مپ رو. ببینید مپ هایی که ما در داخل ایران داریم در اصطلاح بهش میگن مپ هایی هستن که بیشتر، یعنی ما اگه 100% ایسیو ها رو در نظر بگیریم و دامپ هایی که دارن و چیزی که وجود داره و در اصطلاح بهش میگیم آقا 80%، 90%، 70% این دامپ ها غیر استاندارد هستن. یعنی چی غیر استاندارد هستن؟ یعنی در نرم افزار وینوز شناخته نشدن، یعنی به نرم افزار وینوز ارائه نشدن و این نرم افزار اونها رو غیر استاندارد شناسایی میکنه، میگه این مپ ها استاندارد ندارن که از یک کمپانی خاص باشه. که این رو من متوجه میشم زمانی که فایل رو وارد نرم افزار میکنم و میگه که اورجینال هستش یا نه. یعنی دوباره برگردیم به زمان وارد کردن فایل، یعنی از قسمتی که ما فایل رو میایم و اکسترکت میکنیم داخل ببخشید فایل رو میایم و در داخل نرم افزار میندازیم در داخل نرم افزار وینوز، میاد و در اون زمان پیدا میکنه اینکه فایل شما با فایل هایی که خودش مثلا باش تعریف شده برابری داره، سنخیت داره، آیا اورجینال هست یا نه. میگم و به دلیل اینکه یک سری تحریم ها وجود داره یا شرایط خاص، ما تمامی دامپ هامون استاندارد نیستن. پس در نتیجه این مپ سرچ هایی هم که پیدا میکنه، مپ هایی هم که پیدا میکنه در قسمت پتانسیال مپ، نمیتونن مپ هایی باشن که استاندارد هستن و به این نرم افزار ارائه شدن. پس در نتیجه شما باید خودتون هم بیاین به صورت دستی مپ های خودتون رو پیدا کنید. خب تا اینجای کار ما یه توضیحات دادیم در مورد محیط. در قدم بعدی وارد قسمت 2D میشیم و میایم در ابتدای بلوک کاری. اینجا ابتدای بلوک کاری منه، یعنی از اینجا اومدم به این قسمت. حالا ما در دوره‌ای که داریم برای نرم افزار وینوز و حالا نرم افزار TNM فایل آماده کردیم که حالا من در مورد این فایل بیشتر میخوام توضیحات بدم خدمتتون. ببینید در این فایل ما اومدیم چیکار کردیم؟ تمامی کلیدهای ترکیبی که این نرم افزار دارن رو مورد بررسی قرار دادیم. یعنی گفتیم که مثلا کنترل کا چیه، چی تمامی کلیدهای مورد بررسی و مورد نیاز برای تغییرات در این نرم افزار رو اومدیم بیان کردیم. حالا
من در در این آموزش هایی که دارم از یک سری از اونها استفاده میکنم، خب ولی یک سری دیگهش بنا به استفاده های مختلف باید زمان خودش رو داشته باشه که حالا اگر در مباحثی که برای آموزش داشتیم بگنجه حتما خدمتون ارائه میشه. ببینید من داخل اینجا فقط و فقط از یک گزینه زیاد استفاده میکنم، گزینه F. F چیه؟ F میگه که ناحیه پیش‌فرض. این ناحیه پیش‌فرض چیه؟ همون مپ شما میاد از مپی که پیدا کرده میپره تو مپ بعدی. خب همینقدر برای من کافیه، همین توضیح برای من کافیه و میام و وارد نرم افزار میشم. میام میگم خب اینجا ابتدای بلوک کاری منه، اسکرول موس رو میگیرم میکشم به ابتدای بلوک کاری من. کافیه که من کلید F رو بزنم. ببینید از این قسمت پرید اومد اینجا. خب الان چی رو دارم؟ یک شکلی دارم که در اینجا برای من پیدا کرده، گفته که این یه ساختار مشترک داره. در حالت 255 16 بیت بهش نگاه میکنم. این شکل الان غیر مفهومه، یعنی من اطلاعاتی از این ندارم، تا حالا اینجور شکلی رو شاید ندیده باشی. میام وارد 8 بیتش میکنم. ببینم در حالت 8 بیت چی میبینم. کلا در حالت 8 بیت هم به هم ریختگی داره و نمیتونه برای من کاری انجام بده. این چیزی هم که وجود داره داخل بلوک کاری من نیست. پس چیکار میکنم؟ دوباره F رو میزنم، میاد یه قدم جلوتر یکی دیگه پیدا میکنه، F رو میزنم. خب الان رسیدیم به کجا؟ به قسمتی که به اصطلاح بهش میگیم بلوک کاری و این اسکرولی که وجود داره در داخل این نوار ابزاری که ببخشید نوار انتقالی که خودش بر ما گذاشته. رسیدیم به یک قسمت. حالا این قسمت چی هستش؟ این قسمت کاری نداریم که عنوانش چیه، چه کاری داره انجام میده. حالا عنوانها و کارایی رو در حالا قسمت های بعدی خدمتتون توضیح میدم. ببینید این اومده و من چیکار کرده؟ این گفته آقا من اینجا رو باید پیدا کردم. اینجا به نظر من یک قسمتی هستش که میتونه برای شما بنا به الگوریتمی که من در ذهنم هست میتونه برای شما یک یه مپ باشه. این دام خب میام اینجا نگاش میکنم، ببینم بله داره یک سری نقاطی رو داره برای خودش تکرار میکنه. من باید در حالت 16 ابتدا بهش نگاه کنم. چرا؟ چون حالت 16 بیتی دامنه اعداد بیشتره، اون به هم ریختگی کمتر میشه که اینها رو ما در جلسه قبل کاملا توضیح دادیم. نگاه میکنم ببینم که خیلی شکل من هنوز هم بسیار به هم ریخته هستش. میام چیکار میکنم؟ حالت 8 بیت رو انتخاب میکنم. حالت 8 بیت میبینم خیلی شکل من بهتر شد. یک سری قواعدی انگار در داخلش هست که داره این قواعد تکرار شونده از سمت بالا حرکت میکنه. حالا چیزی که این بر من پیدا کرده، من خودم ابتدا از این قسمت، حالا از قسمت آخر چه از قسمت اول میام، ولی چون اینجاش به هم ریخته است من میخوام از این قسمت برگردم. ببینید از این قسمت که برگردم میبینم که این داره همینجور تکرار میشه میرسه تا اینجا. اما این مپ من تا کجا ادامه داره؟ آیا این مپی که من میخوام پیدا کنم خارج از اینکه عنوانش چی هست تا کجا ادامه داره؟ ببینید اینجا که میرسه اینها یک دامنه ای دارن، مثلا از عدد 16 شروع شده و تا عدد 64 میره بالا پایین. ببینم داره یک شیب قشنگ میره بالا، در یک شیب خاص داره حرکت سینوسی یا همون نوسانی خودش رو انجام میده و میره بالا. اما میام اینجا رو که نگاه میکنم میبینم که این از اینجا اومده تا پایین، حالا از 16 حالا تا رفته توی عددی، یه پیک عجیب خورده تا 255. دوباره برگشته اومده پایین، دوباره پیک عجیب خورده رفته بالا، دوباره برگشته. آیا این قسمت ها هم جزء مپ من هست یا نه؟ من اینجا نیازه که بیام و در قسمت بالا بیام و قسمت مثبت منفی یه داخل دام رو فعال کنم. زمانی که من این گزینه فعال کنم ببینید چی میشه. میاد و نرم افزار برای شما به صورت خودکار یک صفر مرزی در نظر میگیره. میگه که این دامپ شما تشکیل شده از دو قسمت. اگر این صفر باشه یک مقداری به سمت بالا هستش، یعنی 128 رو به سمت بالا حرکت میکنه
و 128 رو هم به سمت پایین داره حرکت میکنه در حالت 255 8 بیت. اگر 16 بیت بشه میگه صفر داریم، 32768 رو به بالا حرکت میکنه، منفی 32768 رو منفی میخوره، یعنی یک مقداری مثبت یک مقداری منفی. یعنی اون دامپی که ما داشتیم که از دامپ ما از عدد 0 تا 65536 در حالت 16 بیت رو به دو قسمت تبدیل میکنه و در حالت تشبیه 256 رو میاد به دو قسمت تبدیل میکنه. خب من میام این حالت تیک ساینس رو فعال میکنم تا ببینم این قسمت دامپ من تا کجا ادامه داره. میاد نگاه میکنم ببینم خب از اینجا داره همونجور میاد عقب میاد عقب میاد عقب. اینجا هم میبینم دقیقا داره همون اتفاق قبلی تکرار میشه و میاد تا اینجا. میبینم خب پس الان من در تحلیلم متوجه شدم که این بالا آمدگی که در اینجا وجود داره حاصل از تفریقه. یعنی چی؟ یعنی گفته که آقا من در اینجا زمانی که اومدم پایین، مثلا من منفی یکی اومدم پایین، خب منفی یکی اومدم پایین، زمانی که این تیک ساینس رو بردارم میاد 256 رو منهای همون یک میکنه تا یکی بیاد پایین. یعنی داره چیکار میکنه؟ داره انگار مثبت میکنه قضیه رو، یعنی میاد این عدد اصلی رو منهای یک میکنه تا این رو بتونه تو حالت مثبت نشون بده. پس الان این تیکه فعال شد، دیدم که آره این درسته، این ادامه داره این سیکلمون و داره حرکت میکنه به سمت جلو. خب حالا میخوایم چیکار کنیم؟ نگاه میکنم ببینم این شکل من اوکی الان خیلی عالیه و داره حرکت خودش رو به صورت منظم حرکت. میخوام ابتدای کار بیام و در محیط 2D پیدا کنم شکل منظم خودم رو و سپس برم در محیط تکست و اون رو استخراجش کنم. میام چیکار میکنم؟ به صورت پیش‌فرض یه نقطه اینجوری میزنم وسطش که چیکار کنه؟ حالت چشمک زن در بیاد برای من. زمانی که حالت چشمک زن در اومد وارد محیط تکست میشم، میبینم اینجا عدد 57 همون عددیه که من اینجا انتخاب کرده بودم. حالا این اومد جلو، F رو بزنیم، این خیلی رفتیم جلو. خب این عددی که اینجا پیدا کردم همون عددیه که اینجا هست. تا اینجای کار پس من متوجه کار شدم. حالا میخوام این رو استخراجش کنم به عنوان چی؟ به عنوان یک مپ که بیاد و برای من کاری انجام بده. آیا من میتونم به این صورت این رو استخراج کنم؟ نه. چرا نمیشه به این صورت استخراجش کرد؟ شما باید یکی از ابزارهای خیلی مفید رو بهش خیلی تمرکز کنید روش. اون هم منوی بار شما هستش. ببینید منوی بار چی میگه؟ من داره میگه که آقا اعداد اومده از یک کوچیک شروع شده، بعد رفته بزرگ شده، دوباره کوچیک شده برگشته رفته پایین. این الان به من داره چی رو میگه؟ میگه که آقا این شکلی که شما الان انتخاب کردی یک کمی به هم ریخته است. چرا به هم ریخته است؟ چون باید در داخل دام شما از یک عدد بزرگ در قسمت بار رو میگم، از یک عدد بزرگ شروع کنی بری به سمت پایین، یا از یک عدد کوچیک شروع کنی و با نظم بری به سمت عدد بزرگ. نباید در داخل دامپ شما دو تا عدد بزرگ یکی اینجا بیفته یکی هم اینجا، یعنی بزرگ شروع بشه آروم آروم بیاد و تموم بشه باز دوباره یه بزرگ شروع بشه. این اتفاق اشتباهه در محیط بار و باید در محیط بار یک حالتی قرار بگیره که از یک بزرگ شروع بشه، یعنی در هر خط از یک بزرگ شروع بشه و رفته رفته کوچیک بشه، یا از یک کوچیک شروع بشه و رفته رفته بزرگ بشه. این که یه بزرگ داشته باشیم باز کوچولو بشه تموم بشه باز یه بزرگ دیگه، این نشون میده که اشتباه کردید در درست کردن این منوی بار. حالا اینو میبینم به هم ریخته است، باید چیکارش کنم؟ تنظیمش کنم. ما در اینجا گفتیم که آقا دو تا کلید داریم که در داخل اینها دو تا استفاده میشه، کلیدهای ترکیبی. یکی M که میاد ستونها رو زیاد میکنه، یکی W میاد ستونها رو کم میکنه. ببینید ما به این میگیم سطر، به این خط، و به این خط هایی که از بالا تا پایین اومده میگیم ستون.
خب الان ما حرفی که اینجا زدیم گفتیم آقا داریم سطر ببخشید ستون ها رو کم و زیاد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی تعداد اینها رو کم و زیاد میکنیم. حالا تا کجا باید تعداد اینها رو زیاد کنیم؟ یعنی من اگه m رو بزنم ببینید زیاد میشه، w رو بزنم شروع میکنه به کم شدن. حالا تا کجا من باید w و m بزنم؟ تا زمانی که این قسمت منوی کنار بنا به این شکل، ما اول میایم در محیط 2D نظم رو پیدا میکنیم، میایم در محیط تکست میایم و با استفاده از کلیدهای M و W این کلیدها رو انتخاب میکنیم. تا کجا؟ تا زمانی که یک نظم واحد بگیرن این قسمتی که مورد توجه شماست. نظم واحد یعنی چی؟ یعنی بزرگ ها توی منوی بار همه زیر هم باشن و حالا کوچیک ها هم زیر هم باشن. خب پس من تا اینجای کار متوجه شدم که برای اینکه محیط بارم رو تنظیم کنم و بتونم WM رو بزنم، تا کجا این WM رو استفاده کنم؟ تا زمانی که بزرگ ها زیر هم و کوچیک ها هم زیر هم قرار بگیرن. خب این قدم بعدی من بود. قدم بعدی چیه؟ ببینید اینجا یه کوچیک افتاده بعد بزرگ. ما گفتیم که نباید اینجا اتفاقی بیفته، باید یا از بزرگ شروع بشه بره به کوچیک، یا از کوچیک شروع بشه بره به بزرگ. الان میبینی این بزرگه جاش درست نیست، این باید بیاد یکی این طرفتر و این کوچولوه باید بیاد یکی بره اون آخر. برای این کار میایم چی کار میکنیم؟ باز دوباره رجوع میکنیم به این فایل. گفته که شما میتونید با استفاده از کلید کنترل و 4 تا فلشی که در قسمت های کنار کیبوردتون هستش، یعنی میتونه کیبورد شما رو قسمت چپ و راست ببره، اون تکستتون رو کنترل رو میگیریم و یکی میزنیم میاد کنار، یکی میزنیم. میتونیم نگاه کنیم من الان دارم با فلش سمت دست چپم دارم حرکت میکنم که به سمت دست چپمه، با این کلید دیگه دارم با فلشی که سمت دست راستم حرکت میکنم. حالا پس من با فلش سمت دست راست اومدم چیکار کردم؟ تمامی بزرگ ها رو زیر هم قرار دادم. خب خیلی عالی شد تا اینجای کار. پس من متوجه شدم که دارم کار رو درست میبرم. حالا نکته بعدی اینه که حالا پس من تا اینجای کار تونستم و این اعداد و این مشخصات رو یک تنظیمی کردم که متوجه شدم اول تنظیم 2D چیه، بعد اومدم تو تکست تولبار بار رو تنظیم کردم. حالا بر اساس اون میخوام بیام چیکار کنم؟ میام و اون مپ هایی که خود نرم افزار پیدا کرده رو پاک میکنم، دیلیتشون میکنم. دیلیت که شد یه کمی به هم ریخت، مشکل نداره، تنظیم میکنم. حالا اینجا که رسیدم میخوام چیکار کنم؟ میخوام شروع کنم اون مپم رو استخراج کنم. یعنی بیام این تیکه رو خارج از عنوان و اس بیام از اینجا بگیرم و تا اینجا بیام. مثلا میخوام تا اینجا بیام. مثلا تا اینجا اومدن اشتباهه، ما باید تا اینجا بیام، ولی من میگیرم تا اینجا میخوام بیام. اگر شما مثلا دستی میخواسته باشی استخراج کنی، یعنی بیای تو 2D انتخاب کنی، خیلی خوبه، خیلی ابزار کمکیه به شما، اما نمیتونه برای شما 100% تضمین درستی کار رو بکنه. چرا؟ چون میاد و به صورت اشتباه بعضی جاها رو انتخاب میکنه. ما باید بیایم چیکار کنیم برای این کار؟ من میام اینجا در محیط 2D یه نقطه رو انتخاب میکنم. این نقطه رو که انتخاب کردم میرسم به اینجا 40. همین رو میام به آخر میرسم به 60. یعنی میام اینجا یه عددی رو توی این منوی بار، اینهایی که شبیه به هم هستن، یعنی این بارها همه شبیه به همن، میام چیکار میکنم؟ به این ابعاد توجه نکنید، شکلی که دارن، شکل ظاهریشون همه از بزرگ به کوچیک. میام یه خط، یه نقطه ای رو این اول سطح یه عددش رو انتخاب میکنم. خب عدد رو انتخاب کردم، میام در قدم بعدی چیکار میکنم؟ از این عدد به سمت بالا حرکت میکنم و از این عدد به سمت پایین. یعنی چی؟ میگم 63 بعدش شده 61. ما باید در این کاری که الان میخوایم انجام بدیم دنبال اختلاف نامتقارن بگردیم. یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا 63 دو تا ازش کم شده 61. 61 دو تا ازش کم شده 60. باید پرش بزرگ رو پیدا کنیم. یعنی چی؟ یعنی همینجور میایم پایین 54 52 47 45 42 36. ببین از 36 یهو پرش خورده به 141.
پس این 141 دیگه نمیتونه جزء مپ شما باشه. چرا؟ چون یک پرش خیلی بزرگ ایجاد شده و باید این رو بگیم مپ من از اینجا شروع میشه. بنا به این نقط توضیحات که من نگاه کنید الانم این چشمک زن در این قسمت قرار گرفت، یعنی اولی که انتخاب کردم اون محیط رو انتخاب کنم. پس من تا اینجای کار درست رفتم جلو. میام چیکار میکنم؟ پس من میگم این ابتدایی کار، وسط کار رو پیدا میکنم، شروع میکنم به شمردن. به این شکل اینجا هم باید توجه کنید، ولی خب این مهمتره تا حدودی. میام میشمارم میرسم به 36. از 36 به بعد دیگه جزء اون مپ شما محسوب نمیشه. حالا از 60 به پایین میام شده 61 63 63 66 70 71 71 72 73 یهو میشه چند؟ 56. پس 56 هم جزء اعداد من نمیتونه باشه. چرا؟ چون یک پرش خیلی بزرگ ایجاد شده. پس من میام از این 36 اینجوری میگیرم، به یک باره میگیرم. دوباره اگه بگیریم مثلا این تیکه رو بگیریم، بعد دوباره بیاین این تیکه رو بگیرید، هر چی کلید کا. اینجا رو ببینید ما یک عنوانی داریم به نام کلید کا. تعیین اون ناحیه انتخاب شده به عنوان مپ. یا میتونید این ناحیه رو که انتخاب کردین راست کلیک کنید و در قسمت سلکشن مپ رو انتخاب کنید. ببینید غیر فعاله بر من. چرا؟ چون من به دو بار یا به دو دفعه این محیط رو انتخاب کردم. پس میام چیکار میکنم؟ از 0.36 شروع میکنم و تا 73 این محیطی که 73 بود تا آخرش انتخاب کنم، یعنی از 36 تا 73 و تا آخر. این آخر هم جزء محیط من هست. میام تو محیط تکست میبینم بله از اینجا شروع شده. این همون قسمتی هست که خاکستری اینجا هم اومده. میبینم بله از اینجا شروع شده اومده و تا اینجا. پس من متوجه شدم ناحیه‌ام رو درست پیدا کردم. پس من با توجه به همین توضیح متوجه شدم که اینجا اون ناحیه مپ من هست، حالا خارج از عنوان و نام. تا کلید کار رو بزنم این به عنوان چی در میاد؟ به عنوان مپ من. راست کلید هم اگه بکنم برم در قسمت سلکشن، میبینید ما سلکشن مپمون فعال شده که خودش در کنار اون اومده کلید ترکیبی یا کلید اختصاریش هم نوشته. حالا من این رو که بزنم به این صورت مپ من استخراج شد. من الان مپ مورد نظرم رو دارم، خارج از عنوان، خارج از نام، خارج از اینکه میخواد در من چه کاری انجام بده. پس من برای اینکه بتونم محیط نرم افزار خودم رو به یک حالتی در یک دامپ رو انتخاب کنم، اون دامپ رو استخراج کنم و بتونم از اون استفاده کنم، حالا خارج از نام برای اینکه تیون کنم، برای مپ کنم، باید بیام در محیط تکست، در ابتدا در محیط 2D شکل شبیه به هم رو پیدا کنم. این یک شکل شبیه به همه. شکل شبیه به هم رو که پیدا کردم بیام در محیط تکست، حالا اون رو تنظیمش کنم که حالا بنا به توضیحاتی که در مورد تنظیم کردن گفتیم تنظیمش کنم. زمانی که اون رو تنظیم کردم بیام و یک نقطه در وسطش قرار بدم، شروع کنم به شمردن و قسمت بالا و پایین تعیین ناحیه مپ رو انجام بدم. بعد از اینکه تعیین ناحیه مپ رو انجام دادم بیام و اون رو در داخل با استفاده از کلید کا یا قسمت سلکشن مپ اون رو به عنوان یک مپ انتخاب کنم و بیارم در قسمت مپ مای مپس. پس تا اینجای کار ما تونستیم آموزشی داشته باشیم در مورد پیدا کردن مپ، روش انتخاب درست و دقیق مپ و اینکه چجوری مپ رو استخراج کنیم. امیدوارم که موفق و پیروز باشین و همیشه بتونید به بهترین نحو آموزش ببینید. با تشکر.